برخیز از جا کن بنای کاخ دشمن. برخیز از جا کن بنای کاخ دشمن. چون در جهان قیود بندگی اگر فتن به پای مردمی به دست توست به رأی مشت توست رهایی جهان ز طوق جار و ظلم به پا کنیم قیام مردمی رها شویم ز قید بندگی. چون در جهان قیود بندگی اگر فتن به پای مردمی به دست توست به رأی مشت توست رهایی جهان ز طوق جار و ظلم به پا کنیم قیام مردمی رها شویم ز قید بندگی. همکاریم همراهیم همرزمیم همسازیم جان بر کف برخیزیم برخیزیم پیروزیم. برخیز از جا کن بنای کاخ دشمن. برخیز از جا کن بنای کاخ دشمن. به هر کجا نشان ز ثروت است ز فاصله تلاش کارگر است. زمین غنی ز رنج برزگر ز همتش شود زندان خر. بله بینندگان عزیز، بابت این که پخش زنده قطع شد عذرخواهی میخوام. ما دچار یه مشکل فنی شده بودیم. اکنون در خدمت شما هستم با گزارشی از همکارانم از واحد خبر در مورد اعتراضات در ایران. ادامه اعتراضات ضد رژیم در شهرهای مختلف ایران. روز یکشنبه 3 مهر ماه مردم دلیر شهر سنندج برای 9مین شب پیاپی به خیابان‌ها ریختند و بر علیه علی خامنه‌ای این شعار را سر دادند: مرگ بر خامنه‌ای. گستردگی اعتراضات در محلات مختلف باعث ناتوانی رژیم در مقابله با معترضین شده. بر طبق گزارشات رسیده از شهر اشنویه، جسد 5 معترض همینک در سردخانه بیمارستان این شهر است و 10 نفر هم زخمی شدند که حال بعضی از آنها وخیم گزارش شده و در به بیمارستان‌های ارومیه منتقل شدند. همچنین شهر امروز هم اعتصاب عمومی داشته و توسط مأمورین رژیم کاملا میلیتاریزه شده است. شهرهای مهاباد و مریوان و بانه هم نیروهای ضد مردمی رژیم شهر را کاملا محاصره و فضا کاملا امنیتی است و شبها اقدام به تفتیش منازل مردم می کنند تا معترضین را شناسایی و بازداشت کنند. دانشگاه تهران همینک صحنه تظاهرات دانشجویی است و محلات شریعتی، پونک، اکباتان، ستارخان، هفت‌هاز صحنه درگیری مردم با نیروهای سرکوبگر است و هزاران معترض خیابانها را تسخیر کردند و مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی سر می‌دهند. از شهر قزوین گزارش می‌رسد که معترضین چند ماشین نیروهای ویژه را آتش زدند و در تبریز هم اعتراضهای مردمی شروع شده و خیابان‌های شیراز هم مملو از جمعیتی است که خواهان سرنگونی رژیم هستند. از طرف دیگر جوانان شجاع بلوچستان جنگ مسلحانه را بر علیه نیروهای رژیم در دزاب آغاز کردند و شهرهای زاهدان و سراوان هم صحنه درگیری مردم دلیر بلوچ با نیروهای سرکوبگر رژیم است. جوانان شجاع گوهردشت مثل شبهای پیش امشب هم در خیابانها سنگربندی کردند و بر علیه رژیم شعار سر می‌دهند. همچنین در اصفهان معترضین خیابانهای چهارباغ و اطراف 33 پل را کنترل کرده و بر علیه خامنه‌ای شعار سر می‌دهند و با مأمورین رژیم در افتادند. گفتنی است که روزانه گزارشات متعددی از ایران مبنی بر استفاده رژیم از کودک سربازهای دختر و پسر جوان برای جبران کمبود نیروهایش به خاطر خستگی و گستردگی اعتراضات دریافت می‌کنیم.
با سپاس از همکارانمان از واحد خبر. مهمان دیگه ای داریم. اگر شما آخرین تصاویر رو ببینید از اعتراضات امشب، امیدوارم ایشون هم حاضر باشن. شنی بیاوان هست این نوریزی خبر شنی بیاوان هست این نوریزی خبر ایمنی وای کوماری بنی ماهی ماری تکارو شورسو خاکن شنانی دپوسری جزای زندارو کن خطر ندیسین و کومنه بچی میدان حاضرین کار خالو مزرا سنگر بچی میدان حاضرین کار خالو مزرا سنگر شوشا هستم بابرینا ای جنانی گش بود شنی بیاوان هستم بین نوریزی خبر شنی بیاوان هستم بین نوریزی خبر ثبات سراسری در ایران در خدمت رفیق گلرخ قبادی، نویسنده و فعال سیاسی در حوزه زنان هستیم. رفیق گلرخ عزیز، با درود و سلام از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتین. خیلی ازتون سپاسگزارم. من هم خیلی از شما سپاسگزارم و با سلام و درود به شما، به زحمات بی پایانتون. خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه تونستیم در خدمت شما باشیم. خیلی خوش اومدید رفیق گلرخ عزیز. خب شما هم قطعاً اعتراضات رو دنبال کردید در طول تقریباً 9 روز گذشته. میدونید که سراسر خیابان‌های ایران زیر پای معترضین داره میلرزه و کل ایران به لرزه در اومده. ارزیابی شما از این اعتراضات چیه؟ بله، متشکرم. من قبل از هر چیز میخوام به خانواده مهسای عزیز و تمام خانواده هایی که در این مدت بچه هاشون و عزیزانشون در این راه جان باختن تسلیت عرض کنم و اظهار همدردی کنم. راستش این روزهای بسیار سختی برای مایی که این دوران رو گذروندیم. ما بچه های سال 57 هستیم و جوانان و مبارزین سال 57 و تمام این دوران برای ما داره تداعی میشه. برای منی که هم انسان مبارزی بودم در اون دوران و در خیابان ها بودم به مانند جوانان امروزی و ما مثل این جوانان در خیابان ها بودیم و مبارزات رو شروع کردیم به این امید که فرزندان آینده ما و جوانان آینده ما در ایرانی آباد و آزاد زندگی کنند. من هم مبارز دوران شاه بودم و هم مبارز دوران خمینی. متاسفانه باید بگم به خاطر اینکه ما در دوران پهلوی به این امید مبارزه می کردیم که یک حکومت دموکراتیک داشته باشیم، ولی متاسفانه این بعد از سال 57 و بعد از به اصطلاح انقلاب ما دوباره مجبور شدیم به میدان بیاییم و سینه هامون رو سپر کنیم و خیلی
بیشتر از دوران پهلوی و خیلی سرسختانه تر و سختتر از اون دوران ما مبارزه کردیم. من در این روزها از یک طرف از اینکه این زنان و مردان مبارز به میدان اومدن و سینه‌شون رو سپر کردن و این گونه جوشان و خروشان در برابر ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی به اونا روا داشته در ظرف این سالها و هنوز ادامه داره ایستادگی میکنن و مبارزه میکنن. از یک طرف من بسیار خوشحالم که این مبارزه ادامه داره و اکنون به این گونه متحدانه در برابرش ایستادن، ولی از یک طرف بسیار نگرانم، مثل یک زن، مثل یک مادر و همدردی خودم و با تمام مادرانی که نگران سرنوشت بچه هاشونن که به خیابان ها میرن و در این مبارزات شرکت میکنن. من اونها رو کاملا درک میکنم. اونها مجبورن مثل مادران پدران ما که در اون دوران در کنار ما بودن و به خیابان ها اومدن، اینها هم باید در کنار بچه هاشون باشن و از یک طرف نگران سرنوشت بچه هاشونن و از طرف دیگر میخوان که این جمهوری اسلامی از ریشه از بین بره و خواستار از بین رفتن تمامیت نظام جمهوری اسلامی هستند. این جمهوری اسلامی هیچ اصلاحاتی رو نمیپذیره و ما مجبوریم متحدانه و تماما پدر و مادر و بچه و کوچک و بزرگ متحدانه مبارزه بکنیم برای از بین رفتن این رژیم. بله، درود بر رسم و ارادت. فکر کردم حرفتون تموم شد. من با تمام وجود در کنار مادران هستم، در کنار این انسانهای مبارز هستم و با اونها خودم رو همدل میدونم و همسنگر میدونم. بله رفیق گلرخ عزیز، درود بر عزم و ارادتون. رفیق گلرخ، شما اشاره کردیم به مبارزات سالهای 57 و 58 خب تا به امروز که مردم دارن در مقابل انقلابی که توسط خمینی و دار و دستش غصب شد و همینطور شما به این مبارزه ادامه دادید. خب با توجه به اینکه خب در طول همه این سالها شما کاملا پیگیر بودید و مبارزه کردید، چه تمایزی بین اعتراضهای سالهای گذشته هست و اعتراضی که همکنون در خیابانها در جریان وجود داره از دیدگاه شما؟ مبارزات مردم از همون آغاز به حکومت رسیدن جمهوری اسلامی شروع شد و از همون روزهای اول با آمدن خمینی و دستور حجاب اجباری به زنان در میان زنان شروع شد و ما در صف اول مبارزه بودیم و ایستادیم در مقابل جمهوری اسلامی همون موقع و تا حال ادامه داره و نسل به نسل به فرزندان ما و بعد از ما داره این مبارزه منتقل میشه و ادامه داشته تا کنون. و مسلماً این مبارزات روز به روز خواستهاش مترقی تر شده، خواستهاش دموکراتیک تر شده و مبارزات زنانه تر شده. در دوران سال 57 ما وقتی اولین مبارزات بر علیه حجاب اجباری رو شروع کردیم فقط زنان بودن و تا اندازه زیادی هم ناباورانه مردم به این مسئله برخورد میکردن و بسیار خوشبین بودن به اینکه جمهوری اسلامی بر سر کار میاد و حتما طبق وعده و وعیدهایی که داده بود حتما حقوق زنان هم رعایت میشه. و این بود که ما تنها بودیم در اون دوران، هم ما مثل زن و هم مردم کرد که
اولین کسانی بودند که مورد سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفتند و جنگ‌های متمادی به کردستان تحمیل شد و ما مجبور بودیم در برابر جمهوری اسلامی مقاومت کنیم و بایستیم. هم در اون دوران ما تنها بودیم، هم مثل زن هم مثل مردم کرد، ولی در این دوران در طی این سالها هم زنان خواستهاشون متمایز شده و فرق میکنه، هم مردم خواستهاشون فرق میکنه و هم ملت کرد خواستهاش فرق میکنه، شیوه مبارزه عوض شده و تمام اینها میتونه فرقهایی باشه که ما نسبت به دوره گذشته میبینیم و این مبارزات اخیری که ما در این چند روز میبینیم متوجه شدیم که کردستان دیگه تنها نیست و زنها دیگه تنها نیستن و به خاطر حجاب ما سالها جنگیدیم و مردم ایران پشتیبانی آنچنانی نکردن، ولی حالا تمام مردم دارن بر علیه حجاب، بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه ستمهایی که در مدت این سالها به مردم و کل مردم از زن و مرد و پیر جوان روا داشته، مردم مقاومت میکنن و این یک پارچگی رو من میستایم، واقعا جای تقدیره و اینجاست که من میخوام به جوانها شاید نه توصیه، چون من خودم رو در حد توصیه نمیبینم، اونان که در عرصه مبارزه هستن و در میدان مبارزه اونا خودشون میدونن که حتما رهبران مبارزاتی بسیار زیادی در میون اونها هست و خودشون اینو تشخیص میدن. من اینجا فقط میخوام به عنوان کسی که تجربیات خودم و از دورانی که من هم در اون مبارزات شرکت کردم و اوایل مبارزات این مبارزات بسیار شبیه به مبارزات دوران سالهای 1356 و اوایل 57. ما در اون دوران وقتی با یک همچین وضعیتی روبرو شدیم که سرکوب شدیدی شدیم از طرف رژیم پهلوی و به خاطر اینکه ما هرچه کمتر تلفات بدیم، همیشه میگن انقلاب بدون خونریزی نمیشه، این درسته، ولی ما میتونیم این خونریزی رو به کمترین درجه برسونیم، اون هم با برنامه ریزی، با تشکل‌هایی که میتونیم در میان خودمون به وجود بیاریم، میتونیم این تلفات رو به حداقل برسونیم. من فقط به عنوان تجربه خودم اینجا میخوام این تجربه خودم رو بازگو کنم، شاید نقطه کوچکی باشه، این تجربه بتونه به جوانا و مردم امروز ایران و مخصوصا مردم کردستان کمک کنه. ما در اون دوران وقتی با این سرکوب شدید روبرو شدیم و با این هیجانات و جوش و خروشی که در میان جوانان بود روبرو شدیم، به خاطر اینکه دچار بی برنامگی نشیم و احساسات غلبه نکنه بر منطق و برنامه ریزی ما سعی کردیم که در محلات، در هسته های کوچیک، محلات که ما همدیگر رو میشناختیم، هم سن و سال بودیم، با هم بزرگ شده بودیم و به همدیگه اعتماد داشتیم، این دوستان در کنار همدیگه جمع می شدن و هسته های و تشکل های کوچیک مخفی درست می کردن که دور از چشم نیروهای نظامی باشه و این در این تشکل‌های کوچک برنامه ریزی می‌کردن که فردای اون روز چه کار کنن. این تشکل‌های کوچک محلات یک مرکزیت براش درست کردن و با این مرکزیت به هم دیگه متصل بودن. ما در اون دوران اینترنت نداشتیم و ارتباطاتمون به اندازه امروز مدرن و وسیع نبود، ولی همین تشکل‌های کوچیک میتونست ما رو به هم دیگه وصل کنه و ما میتونستیم با برنامه ریزی از تلفات زیاد و از برنامه هایی که به ما تحمیل میشد، مثلا سوزاندن مکان هایی که در برنامه ما نبود و دست برد زدن به جاهایی که در برنامه ما نبود، جلوگیری میکردیم و این گونه ما برنامه های دشمنمون رو نقش بر آب میکردیم. اینه که من توصیه میکنم و
اگه براشون امکان داره و فکر میکنن که این تجربیات ما ممکنه به درد اونا بخوره، از این تجربیات گذشته ما که پدران و مادران این نسل‌های جوان هستیم استفاده کنن و از تجربیات پدر و مادرای خودشون استفاده کنن که خوشبختانه هنوز در این دوران زنده هستن و میتونن کمکشون کنن. و مسئله دیگه اینه که ما در اون دوران سعی میکردیم تظاهرات هایی که برپا میکنیم تنها تظاهرات جنگ و گریز نباشه، این به جای خود و جای خودشو داره، ولی سعی میکردیم تظاهرات بسیار بزرگی هم به شیوه مسالمت آمیز راه اندازی کنیم، برنامه ریزی کنیم که اقشار هرچه بیشتری در سنهای مختلف به ما بپیوندن و این تظاهرات وسیع رو با این تظاهرات وسیع میتونستیم برنامه هامونو پیش ببریم، شعارهامونو پیش ببریم، خواستهامونو در قبال شعارها در این تظاهرات وسیع ما مطرح میکردیم، از جمله خواست آزادی زندانیان سیاسی. در این مدت و در این چند سال زندانیان سیاسی انسانهای مبارز بسیار زیادی زندانی شدند و در این روزهای اخیر هم بسیار بیشتر. اینه که این موقعیت و این وضعیت رسیده که ما خواست زندانیان سیاسی رو مطرح کنیم و این تنها با جنگ و گریز نمیشه، این در ترتیب دادن تظاهرات بسیار وسیع تا جایی که امکان داره ما اینو ترتیب بدیم که بتونیم در این تظاهرات خواستهای خودمونو با شعارهای گوناگون به میدان بیاریم. بله، اتفاقا جمعی از فعالین کردستان یه بیانیه دادن تحت عنوان کمیته های توده زنان و مردان محله رو ایجاد کنیم که امیدوارم همچین کاری بکنن، نه تنها در کردستان بلکه در سراسر شهرهای ایران. و درسته که کردستان این تجربه رو داره که با موفقیت هم انجام گرفته. امیدواریم که تمام شهرها در سطح ایران این کار رو انجام بدن که قطعاً تجربه سربلندانه خواهد بود. بله رفیق گلرخ، خب شما گفتین که مبارزی هستین که در طول تقریبا میشه گفت اکثر سالهای عمرتون مشغول مبارزه بودید. الان که مردم ایران در این شرایط هستن، وظیفه شما و افرادی مثل شما که خارج از ایران هستن چیه؟ اینکه خب ما بتونیم این مردم رو یک قدم بیشتر به هدفشون نزدیکتر کنیم. چه کاری باید انجام بدیم یا چه کاری میتونیم که انجام بدیم که مثمر ثمر باشه؟ اگه خیلی کوتاه بفرمایید ازتون ممنون میشم. بله متشکرم. ما از این بیانیه‌ای که خوندین این جای بسیار خوشحالیه که این تشکل‌ها به وجود آمده و حتما امیدوارم موفق بشن. و من اینجا یک تقاضای کوچیک، ببخشید وقت برنامه‌تون رو میگیرم، ولی یک تقاضای دیگه دارم، اینم که احزاب کردستانی، من از همین اینجا ازشون تقاضا دارم که به هرچه متحدانه تر، و من انتظار ندارم که این احزاب با هم متحد بشن، اتحاد امکان نداره، ولی هماهنگی کارها و اتحاد عمل و اتحاد تاکتیکی در مورد برنامه‌های مختلف امکان داره و این اتحاد که میتونه به انسجام مبارزه و به رشد مبارزه در ایران کمک کنه. طبعا وظیفه ما در خارج کشور هم همین کارهایی که تاکنون کردیم، با روزنامه ها با مدیای خارج تماس برقرار کنیم، تظاهرات برپا کنیم، در تظاهراتمون شعارها رو تکرار میکنیم، شعارهایی که در ایران گفته میشه، خواستهایی که در ایران داده میشه، همه اینا رو تکرار میکنیم و فکر میکنم تنها چیزهایی که از دست ما اینجا برمیاد همین احساس همدلی، منعکس کردن مبارزات اونها و به گوش مدیای جهانی رساندنه و امیدوارم اونها موفق بشن که موفقیت اونها دلخوشی و جای خوشحالی و امیدواری برای ما و من مطمئنم که حتما موفق میشن و
دستاوردهای بسیار زیادی در راه و امیدوارم که کارهاشونو با برنامه ریزی و با شعارهایی و برنامه‌هایی که در آینده دارن پیریزی کنن و این گونه پیش بره. بله، سپاسگزارم رفیق گلرخ. خب احزاب تا جایی که تونستن در هماهنگ بودن، اتحاد داشتن. برای نمونه اولین قدمشون فراخوان اعتصاب عمومی در روز دوشنبه 28 شهریور ماه بود و تا جایی که امکان داشته باشه قطعاً احزاب هم با مردم همکاری میکنن و حتی با خودشون هم همکاری میکنن. اما خب این شرایطی که پیش میاره که باید چی کار کرد. اما فکر نکنم احزاب از جمله حزب ما تا حالا همکاری کرده باشه در این مورد. راستش شرایط بسیار حساسیه. من در جریان هستم و میدونم. من از همینجا از اونا سپاسگزارم و متشکرم از طرف خودم که این اعتصاب را انداختن و این نتیجه اتحاد اونهاست، ولی این کافی نیست. این خوبه ولی کافی نیست و باید خیلی خیلی بیشتر از این متحد بشن و برنامه آینده خودشون برای این مبارزه و در زمان به دست گرفتن حاکمیت، یعنی خودشون رو برای این آماده کنن که زمانی به حاکمیت رسیدن اونا دارن چه کار میکنن. یعنی برنامه‌های بسیار زیادی در انتظار اونهاست و مردم انتظارات بسیار بیشتری از اینا که انجام دادن از اونا داره. امیدوارم. خیلی ازتون سپاسگزارم رفیق گلرخ قبادی، نویسنده و فعال سیاسی در حوزه زنان، از اینکه دعوت ما را به این برنامه پذیرفتید. من هم خیلی از شما متشکرم و ممنون از همه زحماتتون. ممنون از وقتی که برای ما گذاشتید. بله بینندگان عزیز، یک فراخوان به دست ما رسیده که مایلم این فراخوان را از تلویزیون ما بشنوید. فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به تعطیلی مدارس. بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به سرکوب گسترده اعتراضات مردم و پادگانی شدن برخی مدارس و دستگیری دانش آموزان و دانشجویان و معترضان خیابانی و دعوت از معلمان دانش آموزان به تعطیلی مدارس در روزهای دوشنبه 4 مهر ماه و چهارشنبه 6 مهر ماه. امیدوارم که همه شمایی که صدای من رو میشنوید و همه شمایی که صدای اعتراض مردم ایران رو میشنوید در این اعتصاب شرکت کنید. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید. ایام بکام، به امید پیروزی. شنی پیاوان هست،